کمیته اولتای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که امدادگران این نهاد هفته گذشته باز یک سیاه روس و همسفر تاجیک او را که در کوههای نزد دهه ورزوب قلعه نویه ورزوب ناپدید شده بودند پیدا کرده از کوه بلند به آسیب به زمین فراوردند. این حادثه روز 14 اکتبر سال روان رخ داده. به قسم نوبداری کمیته یک نفر دیگر از شهروندان روسیه خبر داده بود. بعد دریافت خبر سردار ریاست خدمات تعیینات مخصوص گردانیده شده کوفتوکوف نجودیهی پلکوونیک سیدوف ظریف با آن شخص در تماس شده و مکانی را که دیگران نمیتوانستند از آنجا پایان شوند ساعت 23:30 شب 14 اکتبر دسته امدادگران ریاست یاد شده به جای حادثه سفربر کرده شدند. صبح روز 15 اکتبر ساعت 06:00 امدادگران کمیته اولتای فوق‌العاده گردشگر روس تولیایف ایلیا ولادیمیروویچ 34 ساله و روبلد او جوان تاجیک 28 ساله را در بلندی 2850 متر در سطح بر پیدا کرده و به آسیب پایین آوردند. در کمتر از یک ماه آخر این حرکت دومین مورد نجات سیاحان روس در همین موضع ورزوب قلعه است که سیاحان در کوه درماندند برای پایین شدن از نجات بخشان تاجیک امداد بپرسند. کمیته اولتای فوق‌العاده تاجیکستان قبلا خبر داده بود که روز 25 سپتامبر سال 2022 سه سیاه در موضع ورزوب قلعه نویه ورزوب در کوه درماندند و یکی از آنها به بالای این از بلندی افتیده جراحت هم برداشته است. کمیته گفت با دریافت این خبر گروه نجات بخشان کوهنورد ریاست خدمات مخصوص جستجویی و نجاتدهی این نهاد بلافاصله به جای حادثه سفربر کرده شدند. نجات بخشان مکان درمانده سیاحان را معاین و با آنها تماس صدایی برقرار کردند و شام همان روز به نجات بخشان میسر شد که یکی از سیاحان را از کوه پایین فراوردند و به دوشنبه بفرستند و برابر رسیدن صبح 26 سپتامبر ساعت 0:30 نجات بخشان عملیات نجات دو سیاه باقی مانده را ادامه داده هر دو را با کمک تجهیزات مخصوص فنی پایین فراوردند و سیاه مجروح را به بیمارستان نویه ورزوب انتقال دادند.